حقیقت جنگ شبنم سریا و آریانا سعید و میانجیگری اسیب سعید و رازهای پشت پرده آریانا سعید و شبنم سریا فاش شده است. آریانا سعید چرا با شبنم سریا درگیر شده است؟ آریانا اکنون کجاست و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. آریانا سعید یک تن از هنرمندان مستعد با استعداد و آواز سریلی افغانستان است که در میان هنرمندان افغانستان شهرت و جایگاه خاصی دارد. آریانا سعید چندین بار به عنوان هنرمند زن افغان شناخته شده است. وی ایواردها و تقدیرنامه‌های به سطح ملی و بین المللی از آن خود کرده است. آریانا اولین هنرمند افغان بود که توانست در پارلمان اروپا آهنگ اجرا کند. وی همیشه در حمایت از هنرمندان، بانوان و استعدادهای افغانستان است. آریانا سعید چندین بار به عنوان سفیر صلح، سفیر حسن نیت و سفیر صحت در افغانستان بوده است. آریانا سعید 2 ماه قبل با شبنم سریا ملکه صدای تاجیکستان کنسرت مشترک برگزار کرد و آهنگ‌های دوگانه سرودند که این کنسرت آریانا سعید و شبنم سریا مورد حمایت و تشویق مردم افغانستان و تاجیکستان قرار گرفته است و این روزها بگو مگوهای در صفحات مجازی درس کرده است که آریانا سعید با شبنم سریا درگیر شده است، ولی اینها حقیقت ندارد و تمام شایعات و دسیسه سازی بر علیه شخصیت هنری آریانا سعید می باشد. آریانا شخصیت فوق‌العاده عالی، مهربان و وطن دوست است. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای آریانا سعید از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان آریانا سعید و شبنم سریا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.